از شما میتونیم گره داشته باشیم که سازمان تا الان چیکار کرده واسه ما. اگه نمیتونید قانون گذاری کنید، اگه نمیتونید بیانیه بدید، اگه نمیتونید حمایت کنید از ما، اگه بنا به مصلحت باید یه جایی سکوت کنید، اصلا چرا هستش سازمان آقای زمانزاده؟ مرادی نکنید، به نظر من اینطوری بگیم کارهای خوبی انجام شده، نه اینکه مثلا بگیم کاری انجام نشده در طول سنوات گذشته. اینکه خود سازمان شکل گرفته ما مدیون زحمات خیلی آدم هست، یا مثلا معاونتی تشکیل شده مدیون همون زحمات هستیم، یا اگر ساختمونی خریداری شده فلان کار انجام شده. ببین ما باید واقعا مدیون باشیم بگیم آقا این زحمات کشیده شده. ولی به نظر من شاید میتونستیم بهتر از این در این مدت 20 سال باشیم. یعنی آوردمون، اینطور بگیم که آوردمون کم بوده. یه چیزی که در پرستاری وجود داره و مشکل این است اینه که ببینید ما خودمون رو در سازمان نظام پرستاری همیشه یک جوری وابسته کردیم. یکی از اشکالات بزرگ سازمان شاید همینه. یک، یعنی اینکه وابسته. ببین ما جشن پرستاری میگیریم، خب به خاطر وابستگی به مثلا وزارت خب باید خیلی چیزا رو قبول بکنیم. مثال تو همون خود جشن این یک مسئله است که ما به عنوان یک سازمان کل بایستی اونقدر از لحاظ مالی از لحاظ ساختاری قوی باشیم که اصلا وابستگی نداشته باشیم. بس ما اصلا نقد کنیم. ما حتی نمیتونیم نقد کنیم. چرا؟ چون وابسته یه موقعی پول میخوایم اونا مثلا. وقتی من مسئولیتی رو میگیرم بایستی واقعا محکمم حرفمو بزنم. من بارها گفتم سازمان نظام پرستاری یک سازمانی که درسته بحث تضمین امنیت و سلامت رو برای مردم و پرستاران بسا پیگیری میکنه، ولی یک سازمان مطالبه گره. من نمیتونم بیام بشینم عوض وزارت بهداشت صحبت کنم. من باید بگم که خب شما چیکار کردید؟ چرا این اتفاق افتاده؟ من اگر بیام بشینم جای مثلا وزارت بهداشت، سازمان برنامه بودجه، کارا عوض میشه. بعضی وقتا ما این نقشه رو گم میکنیم. خودم رو میگم. خب یا اگر ببین یا من این مسئولیت رو گرفتم به عنوان مسئول که بایستی نقشم رو خوب بازی کنم. جایی هست نقد کنم، نقدم سازنده باشه، علمی باشه، خب با اعداد و ارقام صحبت بکنم. این یک مسئله. مسئله دومی که داریم این است که قبول بکنیم که ما اون شبکه سازی، قدرتمند سازی، ببینید من میگم پرستاری بایستی توانمند بشه. توانمند بشه یعنی چی؟ خب بایستی برای خودمون برنامه داشته باشیم دیگه. برنامه. من به عنوان رئیس شورای عالی همین حرفا رو میزنم. بایستی سازمان بیاد بشینه از رؤوس اون مطالب بگیره بره جلو دیگه. توانمند سازی. من میگم در آموزش و بالین این توانمند سازی رو انجام دادم. شما بایستی الگو بگیری دیگه. من در بحث مجلس بایستی آدم داشته باشم، بایستی برای این پروتکل داشته باشی. در فلان جا ببین اینا رو بایستی برنامه عملیاتی بکنه. ما توی این زمینه برنامه نداشتیم. الانش هم باز مشکل داریم. الانش هم مثلا نگاه میکنیم. ببین من به عنوان رئیس شورای عالی نمیتونم وارد اجرایی بشم، اصلا درست نیست. خب ولی این سیاست های کلان رو که میبینیم میشنویم بایستی بشینیم. الان شما معاونت آموزشی دارید، پژوهشی دارید، فلان دارید در سازمان. ما انجمن‌های علمی داریم، دانشکده ها داریم. آیا مرادی من یه سوال دارم. آیا وظیفه سازمان، وظیفه انجمن کارگاه برگزار کردنه؟ انجمن مرجعیت علمی داره تو این مملکت. یعنی تو بتونی در رابطه با یه مسئله‌ای مرجعیت علمی داشته باشی. کارگاه یک کار بسیار فرعی انجمن است. الان شما برید انجمن‌های پرستاری ما تشکیل دادیم. هدفمون از تشکیل انجمن‌ها ببخشید چیز دیگه ای بوده. نه این. شما باید اینو به مرجعیت علمی برسونی.
بعد بگی یا مثلا در رابطه با هیئت مدیره ها، ببین ما چقدر توانمندی داریم. خب ما الان گفتمان هیئت مدیره هامون به فاز کوالیفایش رسیده. نقد رو واقعا چقدر ما میتونیم. لابیسم الان تو دنیا علمه، قدرت چانه زنیه. ما چقدر هیئت مدیره هامون رو توانمند کردیم برای لابیسم. لابیسم درسته، اصلا نمیگم قدرت چانه زنی. خب ببین ما رو اینها به عنوان سیاست های ما نشستیم، مگه یه دفعه مثلا میشینیم میگیم مثلا کارگاه من اصلا بعضی وقتا مثلا همایش هم دعوت میگم آورده این همایش چی بوده؟ آورده این کاری که من انجام میدم چه بوده؟ ببین ما سرگرم میشیم برای چیزایی خب اون اصلی که ظاهرش به ظاهر خوبه، باطنش انرژی من رو گرفته. من به عنوان یه فرد چقدر انرژی دارم. بعد میایم اونجا میگیم که آقا ما رفتیم مثلا فلان همایش رو برگزار کردیم. چرا خارج از کشور با هزینه دولت، با هزینه بیت المال این همایش رو برگزار نمیکنه؟ ما میکنیم. اینا رو دردایی است که تو به نظر من توانمندسازی به اون معنا اتفاق نیفتاده. ضعف داشتیم، شبکه سازیمون، نگاه علمیمون کم بوده. قبول بکنیم که ما نتوانستیم. الان شما با من صحبت کردید، من حس میکنم شاید نمیدونم خودتون بایستی بگید، شاید این تعریف من از پرستاری برای شما جالب بود یا مثلا جدید بود، نمیدونم. خب ما واقعا نشستیم این کارا رو بکنیم. ما توانمندسازی میذاریم برای مدیران پرستاری. ببین من نقد خودمون دوستانم نقد میکنم. آقا این شما برو کارگاه برگزار کردید. ببین کارگاه برگزار کردی چه توانمندی اتفاق افتاد؟ یعنی الان واقعا مدیران خدمات پرستاری ما توانمند شدن. ببین ما یه زمانی تو دانشگاهمون درس کارگاه روش تدریس میذاشتیم، شاید یه تأثیرات بذاره، ولی تا فرد نره پای تخته، تا الگوی نقشی نداشته باشه، این در بحث بزرگسالان به جایی نمیرسه. ما بایستی روشامون متناسب باشه و بشینن. به نظرم این چیزایی که ما با هم صحبت میکنیم، مثلا سازمان معاونت آموزشی پژوهشی، من که قدردان زحماتشون هستم. حالا ببین ما به معاونت آموزشی نگاه مالی داریم که پول در بیاریم از اونجا. معاونت آموزشی باید الگو بده. معاونت آموزشی برای تعرفه گذاری باید الگو بده، برای کارهای دیگه الگو بده. خب بعد میگن که آقا بیایید در بابا شورای عالی یک شوراییه که یه ما تشکیل میشه، فول تایم سازمان نیست. ما معاونت آموزشی داریم، فرهنگی داریم، اجتماعی داریم، پارلمانی داریم، فلان داریم، یه عالمه آدم داریم. من نقد اصلا خودم رو میگم، من به عنوان رئیس شورای عالی باید این قضیه رو جدی میگرفتم، تذکر بدم که حالا میدم، ولی خب تذکر بدم، خواهش کنم. واقعا ما این دفتر دستک داریم برای چی؟ هزینه میکنیم برای چی؟ حرف شما کاملا درسته. ما جاش محافظه کاری میکنیم، جاش صحبت نمی کنیم، جای وزارت. اصلا من وزارت بهداشت نیستم، من سازمان نظام پرستاری. اون حرف خوبی زدید، گفتید مطالبه گریم. ما الان ببینید رئیس جمهور این اعتراضات اخیر اومد توی رسانه ملی همه جا گفت اعتراضات به حق جامعه پرستاری. شما اومدی گفتی اعتراضات به حق. دولت، مردم، همه ارگان ها گفتن اعتراضات به حق. همه گفتن آقا با کسی برخورد نکنید فلان. آقا چند نفر اخراج شدن؟ چند نفر تعدیل؟
بیا مدارکش هستش، اسامی آدما هستش. چی شد؟ سازمان چی کار کرد برای این آقا؟ خب ما با آقای نجاتیان صحبت کردیم، ایشون گفتن پیگیری میکنیم و هیچی. الان 2 تا از اعضای رئیس هیئت مدیره مشهد اخراج شدن با 25 سال 6 سال سابقه کار. خب مگه وظیفهشون مطالبه گری نیستش؟ چرا وقتی مطالبه گری میکنن اخراج میشن و هیچ کس هم حمایت نمیکنه ازشون؟ چرا ما صورت جلسه رو پاک میکنیم آقای زمانزاده؟ چرا مثلا سعی میکنیم با حالا به هر نحوی طرف رو خفه کنیم تا اینکه بیایم پاسخ بدیم؟ ما کجا ایراد داریم؟ کجا مشکل داریم؟ جامعه شما هزاران پرستار زیر دستتون بودن آقای دکتر. ما لیاقت شنیدن حرف درست و صادقانه رو نداریم انصافا؟ ما پرستار داریم یا نه؟ واقعیت دیگه. الان پرستاران با این شرایطی که من یه صحبتی تو بحث مصاحبه‌های خبری داشتم و هی هم تاکید میکنم، نمیدونم شاید این حرف من رو جدی نمیگیرن یا اینکه من خوب ادا نمیکنم. من میگم نگاهتون آقای رئیس جمهور عزیز دل من هست، خب آقای وزیر بهداشت، آقای رئیس سازمان برنامه بودجه، آقای امور استخدامی، شما نگاهتون به بحث سلامت و نگاهتون به پرستاری باید عوض شه. خب این نگاه عوض نشه، خب هیچ اتفاقی نمیفته. ما آیا واقعا قبول کردیم؟ ببین بحث حق الیقین و عین الیقین ایناست. آیا به عین الیقین رسیدیم که پرستاری مهمه یا فقط داریم در زبان بیان میکنیم؟ من رک بگم خدمتتون، مشکلات اقتصادی هست، مصائب خودش هست، ولی پرستاری و مسئولینش به عین الیقین به نظر من نرسیدن. من خودم به عین الیقین نرسیدم، تکلیفم مشخص می شود. من میگم اگر عین الیقین میرسی، الان شما بازار رو نگاه کنید. ببینید من یه مصاحبه داشتم ناخنکار رو میگفتم، شاید شنیدید دیدید، میگم که چطور میشود مثال دیگه، الان دارم اصلا بحث تکنیکی میگم، چطور میشود یک فردی جوشکاری میاد برای شما یه دونه لوله رو جوش میزنه 1 تومن میگیره، هیچ محاکمه نمیشود. خب یه ناخنکار میره کار میکنه، خب علم لدنی هم که نمیخواد، علم پروفیشن هم که نمیخواد، مسئولیت هم نداره، برای شما مثلا یه ناخنتون رو چیز میزنه، مثلا شما مثلا از شما اینقدر پول میگیره. ولی یه پرستاری که به ظاهر یه دونه تزریق انجام میده، ارزش مادی این چقدره؟ ببین وقتی ما ارزش، بعضی وقتا من میگم آقا بگید این کاتومنه، ما نمیدیم، خیلی بهتره کاتومنی یا لااقل حرمت من حفظ بشود. شما میرید یه دونه به عنوان مثال یه نسکافه میخوری 150 تومن پول خرج میکنی، خیلی ساده. خب پرستار یک تکنیک انجام میده با این مسئولیتش. ببین این نگاه نمیشود تهران رو، آقای مرادی تهران رو نمیشود با به فرض زنجان مقایسه کرد، نمیشود با ایران شهر مقایسه کرد. نظام پرداخت حقوق در نظام سلامت غلطه، راحت بگیم. ببین الان شما ردیف های سازمانیتون خالیه در تهران، کسی نمیاد. آیه رئیس جمهور خودش میگه آقا با 25 تومن نمیشه کار کرد. عزیز دل من، پرستار من چند میگیره؟ استاد پرستاری من چند میگیره که بیاد در الان من تهران جزء مناطق کم برخوردار میگم، خب اجارش ببینید که سرسام آوره. ما همین دعوا رو داریم اتفاقا با بچه‌های شهرستان صحبت که میکنیم، اونها میگن همه رو میندازن گردن ما تهرانی‌ها. نه بابا اینا شما سکوت کردید، شما پولتون رو میگیرید سکوت میکنید، دولت هم کار به ما نمیرسه. بابا من که دوتا رو هم تجربه کردم دیگه. من میخوام بگم که نگاه ما، ببینید واقعا بایستی نظام پرداخت، مجلس
اینا بشینن ببین خرید خدمتی فکر کنم مثلا یا خرید خدمات اینطور بگم، این که مثلا من میام این کار رو انجام میدم هزینه‌ش هم مشخصه. شما الان پرستارتون داره به جای 2 نفر 3 نفر کار میکنه، آیا این حق و ناس نیست؟ لااقل یک قدم به نفع پرستاری برداشته بشه تو این سالها. وزارت بهداشت نفعی نمیبره از عملکرد این چند ساله سازمان. بالاخره رفتن و لابی کردن به نظر یک بخش کار حرفه‌ایه. حرفه‌ای نیستش دیگه. 150 میلیون پیشنهاد بدیم مثلا نماینده. یک سال ما تبعیض شدیم. معاون وزیری به وظیفش عمل نمیکنه بدون حراس و واهمه نقد میکنیم. راهی که ما قدم گذاشتیم در راستای تحقق مطالبات به حق جامعه پرستاری کشور بوده.